روزی از بنیانگذار دبی درباره آینده کشورش پرسیدند. اون پاسخ داد: پدر بزرگم با شتر رفت آمد می کرد. پدرم هم با شتر رفت آمد می کرد. من با مرسدس رانندگی می کنم. پسرم لندروور می رونه و نوام هم لندروور خواهد رون. اما نتیجم دوباره سوار شتر خواهد شد. وقتی پرسیدم چرا، توضیح داد: روزگار سخت مردان قوی می سازه. مردان نیرومند روزگار آسان رو می آفرینن. روزگار آسان مردان ضعیف به بار میاره و مردان ضعیف دوباره روزگار سخت رو به وجود میارن. بسیاری این چرخه رو درک نمی کنن. باید جنگجو تربیت کرد. تاریخ این رو اثبات کرده. ایرانی ها، مصری ها، یونانی ها و رومی ها همه امپراتوری های بزرگی بودند که برخاستن و فرو پاشیدن. نه به دلیل دشمنان بیرونی، بلکه چون از درون ضعیف شدند.